این بهترین سیستم تمرینی هست برای رشد عضلات بازو. سیستم FST7 از مربی کریس بانست هانی رامبود. پمپ اونقدر دیوونه کننده است که باورت نمیشه. بریم سراغ حرکت اول. جلو بازو هالتر ایزه 2 ست 10 تکرار انجام بدید. آروم اجرا کنید تا عضله بازو تحت فشار قرار بگیره. حرکت بعدی جلو بازو دمبل چکشی اسپایدر بزن. 3 ست 8 تا 10 تکرار وزنه سبک بزن و فرم درست رو اجرا کن. بعدش میریم سراغ پشت بازو تناب. 1 ست تا حد ناتوانی آروم اجرا کنید و پایین مچت رو بچرخون تا سر عضله درگیر بشه. بعدش جلو بازو نشسته سیمکش 2 ست 10 تکرار. این حرکت منفجر میکنه بازوات رو. حرکت بعدی پشت بازو تک دست با شنا دستجمع سوپر ست بزنید. 2 ست 10 تکرار با کنترل و تمرکز اجرا کنید تا به اوج خستگی برسید. اگه مفید بود ذخیره کنید و به دوستان خود بفرستید.